خب و داشتم همینو میگفتم که چون که تو از اون بدت میاد، تو از لحاظ روانی داری به خودت هم آسیب میزنی. پس به نظر من این اصلا سالم نیست، چون که ما انسان‌ها به خوبی گرایش داریم و به فرشته بودن بیشتر گرایش داریم تا اینکه افکار شیطانی داشته باشیم و بگیم به درک مرد و ما اصلا خوشحال شدم. نه، اینجور چیزا داره به خود بیشتر آسیب میزنه تا اون پرواز کرد رفت. اون الان جاش خوبه، اون الان پر از نوره، پر از حاله وجود خداونده. حالا برام مهم نیستش که کسی اینجا بیاد بگه تو خدا فلان. آره من خوشبختانه اعتقاد دارم و خیلی هم نه به دین ولی به خدا، به وجود نورانی خدا اعتقاد دارم و میدونم که کسانی مثل چارلی شاید بال نداشتن. حالا توی کتابای دینی ما میگن فرشته ها مقامشون از انسان پایین تره، ولی اگه موجودی بود که مقامش از انسان بالاتر بود، که بین خدا و انسان بود، چارلی اون بود. چارلی یک انسانی بودش که به هیچ کسیش صدمه‌ای نزد. چارلی یک انسانی بود که پدر 2 بچه خوشگل بود. چارلی کسی بودش که عاشقانه داشت با زنش زندگی میکرد و به خاطر نظرهای سیاسیش، یعنی جدا از تمام چیزهایی که راجع به چارلی گفتن و تو شنیدی، چارلی به خاطر نظرهای سیاسیش کشته شد. مسخره ترین نوع مرگ اینه که تو به خاطر نظرت بمیری. من بیام بگم من بستنی چوبی چه میدونم میوه‌ای دوست دارم، تو بیای بگی من بستنی قیفی دوست دارم، بعد من تو رو بکشم. خیلی مسخره است. و اینی که میگن نه چارلی به قشرهای مختلف حمله میکرد، نه، چارلی حمله نمیکرد. هدفش آگاهی بود، چون آگاهی مرده. آگاهی قبل از اینکه گوشی‌های هوشمند بیاد اینقدری نمرده بود که الان مرده. الان همه they think they've got it all. همه فکر میکنن اوکیه، یعنی ما دیگه فوت آبیم، همه چی رو میدونیم. ولی عملا اتفاقی که داره میفته برعکسه. هی داریم ناآگاه تر میشیم از اتفاقاتی که داره الان میفته و در آینده خواهد افتاد. تمام کسایی که میان میگن حقوق ترنس ها یا راجع به ابورشن نظر میدن، همین ها چند سال دیگه که بگذره بچه دار اگه بشن، مطمئن باش که به اون خرد میرسن که دیگه دیره و حسرت میخورن. میگن که ما مثلا توی سن 15 سالگیم یه چارلی کرکی بود، یک مثلا یه اینفلوئنسری بود مثلا ایرانی بود، این اومد راجبش صحبت کرد، آریان، بعدن من رفتم زیرش مثلا دریوری نوشتم و فلان. اون موقع تازه یادش میاد. خب ولی قصدی که من دارم، من میخوام آگاهیشو برسونم، چون خودش هم داشت این کار میکنه. اون میدونست که طرفی که in denial هستش، یعنی داره دنای میکنه، میگه نه همه چیزو داره رد میکنه، اون میدونست که از نادونیشه، از اینه که آگاهی نداره، از اونی که یه تینیجره، از اونی که زندگی رو تجربه نکرده، از اونی که کتابا رو نخونده. حالا کتاب میخواد بایبل باشه، میخواد انجیل باشه، میخواد کتاب علمی باشه، قرآن باشه، فرقی نداره، هر کتابی. و خیلی دوستانه داشت سعی میکرد که این آگاهی رو انتقال بده. ولی متاسفانه جامعه امروزی ما با گاردی که نسبت به چارلی گرفت، در آخر به این ختم شد که یه شغال بیاد و این اساسینیشن رو انجام بده و باعث مرگ این آدم بشه و خیلی 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 ناراحت کننده است. خیلی خیلی ناراحت کننده است. اصلا نمیتونم تصور کنم که چطور تمام دنیا به خاطرش دارن اعتراض میکنن و تمام دنیا پرچمش رو بردن بالا. ولی نمیدونم چرا کسایی که توی ایران، ببین طبق اصلا آماری که ما داریم، خیلی کسایی نیستن که توی ایران حتی انگلیسی بلد باشن. طرف انگلیسی هم بلد نیست، نمیدونه چارلی داره چی میگه و ضدش میاد زیر پست کسی مثل من که من میگم من صدای چارلی هم، من ازش دفاع میکنم، و میاد زیر پست من بهش فوش میده و میگه خوشحال شدم از اینکه چارلی مرده. اونایی که تو آمریکا هستن میگن چارلی مرده خوشحال شدیم، من یک کوچولو بهشون حق میدم، چون اونا درک خیلی بیشتری دارن ازش. خب ولی ای کاش ما خودمون عین گوسفند، هر کسی که بابا کرد و فرار کرد دنبالش رو نیفتیم. انسانم دیگه، این اینتلیجنس رو دارم، این هوش رو دارم که برم گوگل هم که مفته، برم تحقیق کنم. این تو، این ریش، این قیچی، اینم گوگل، اینم اینترنت، برو تحقیق کن. و اگه
تاپیک دیگه ای راجع به این قضیه چارلی هستش که شما میخواید من کاور کنم. من فکر کنم همه چی رو گفتم، از سیر تا پیاز همه چی رو کاور کردم، ولی شاید هنوزم کسایی باشن که باش مخالفن، حتی بشناسنش، خوبم بشناسنش، اصلا موردی نداره. ما داریم راجع به این حرف میزنیم که هیچ کس نباید به خاطر نظرش، opinion، همون ذهنیتی که داره، نباید یک قضاوت بشه، دو بهش حمله بشه. اینجوریه که دنیا یه جای بهتره. و قضیه LGBT رو گفتم، اون اصلا against هیچ کسی نبود، در مقابل هیچ کسی وای نستاد. چارلی اصلا با ابورشن اونجوری که شما فکر میکنید مشکل و موردی نداشت. چارلی اصلا نگفتش که اگه به کسی تجاوز شد باید بچه‌شو نگه داره، منظورش اون نبود. طبق چارچوب قانون یک سری چیزها رو چارلی نگفتش که زنها نباید اختیار بدن خودشون رو داشته باشن، نه، همه اینها رو چارلی گفت طبق چارچوب قانون. نگفت مهاجران نیان توی آمریکا کار کنن، گفت قانونی بیان، غیر قانونی نیان. و متاسفانه هر کسی که بخواد یه چیزی بشنوه، یه ساعت که هیچی، اگه من یه پادکست 3 ساعته هم براشون بذارم باز هم همون چیزی میشنوه رو که خودش میخواد. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه عشقام، خیلی دوستتون دارم، مرسی از وجودتون. این چنل مختص واسه کسایی که نمیدونن، من یه دونه چنل دارم و اون کلن حالا ورژن انگلیسی منه و من این ویدیوها رو توی این چنل جدیدی که واسه خودمون بچه خودمون زدم دارم آپلود میکنم. مثلا اون چنل کلن در حال حاضر الان 12,000 نفر ساب داره، اونم فقط انگلیسی محتواش، اون اصلا کاری با اون نداریم. ولی این چنل رو زدم به خاطر پادکست خودم، کاریه که خیلی دلی دوست دارم انجام بدم با شما. دوست دارم خیلی باهاتون کانکت بشم، خیلی بشناسمتون و دلخور نشین. ترنسایی که اومدن زیر پست من چقدرم زیاد بودن و چقدرم اصلا من تعجب کردم، گفتم واو، یعنی چقدر ترنس زیاد شده و واقعا این همه ترنس یهو از کجا اومد زیر پست من؟ اصلا فکرش نمی‌کردم، چون من فالوور زیادی هم اینستاگرام ندارم به اون صورت. در هر صورت ناراحت نشین، این چنل رو ساب بزنید، لایک بکنید، ویدیو رو بذارید که الگوریتمش این ویدیو رو برسونه به دست کسایی که باید. و اینکه مرسی که تماشا کردین تا اینجا، عاشقتونم. امیدوارم که تمام سوء تفاهم‌ها رفع شده باشه تا اینجا و تا الان که من صحبت کردم. ولی اگه بازم چیزی هستش که میخواین من کاورش کنم بهم بگین.